سال 49 محمد رضا بحرین رو داد رفت. سال 50 برای عزت از دست رفته جشن‌های 2500 ساله برقرار کرد. هویدا میگه 360 میلیون دلار خرج این جشن 2500 ساله شد. کل درآمد نفتی ایران 1 میلیارد دلار بود. 40% درآمد نفتی ایران خرج یک جشن 2500 ساله. آخرین شاه این مملکت که خودش رو آریایی میدونست و نایب کوروش به شاه چمدون به دست معروف. قرار بود ژنرال هایزر تظاهرات این مردم رو در سال 57 بمباران کنه از خیابان انقلاب تا خیابان آزادی. دنبال جنایتکار میگردید شما؟ دنبال رفراندوم میگردید؟ رفراندوم یه بار تو تاریخ بشریت برگزار شد، اونم رفراندوم جمهوری اسلامی بود. کجا رفراندوم؟ مگه برای حمله به ویتنام شما رفراندوم برگزار کردید؟ مگه برای حمله به عراق و کشته شدن 2.5 میلیون نفر شما رفراندوم برگزار کردید؟ مگه برای حذف طالبان سال 2001 اومدن افغانستان طالبان و القاعده رو بیرون کنن، میلیون ها نفر رو کشتن و آواره کردن، دوباره طالبان بعد از 20 سال برگشت؟ مگه شما رفراندوم برگزار کردید؟ تو جمهوری اسلامی شما دنبال رفراندومید واسه لخ کردن دخترای مردم که بیفتید خونه مردم رو غارت بکنید، لباسا رو سر دستتون بگیرید بچرخونید، قاسملو بگید. ایدئالای شما شد انقلاب شما شد انقلاب علی کریمی، مردم شما شدن جمعیتی که کف خیابونن. واژه مردم رو عزیزان پلشتش نکنید. مردم اینایی که دارن کاسبی میکنن، مردم اینایی که وای میسن با شما بحث میکنن و پشت میدن، ولی تهش هم میگن آقا اگه پاش بیفته ما میریم لب مرز میجنگیم. اگه جز اینه ما هزینه بلند شدن از دامن قهر رو در 200 سال اخیر داریم پرداخت میکنیم.